لباس زرد پوشیده. ببین من خیلی ناراحتم واسه ریکاردو. اولا که خیلی بازیکن خوبیه، خیلی بازیکن با کیفیت، خیلی دوست داشتم امسال در کنار ما باشه، ولی فکر کنم همه دیدن که این ریکاردو بود که وقتی با ما بود اسمش سر زبونا بود، وقتی با تراکتور بود همیشه سر حال بود، وقتی با تراکتور بود حمایت هوادارا رو داشت و این احساس می‌کنم که من بازم تکرار می‌کنم ریکاردو خیلی بازیکن بزرگیه، خیلی بازیکن خوبیه، ولی این تراکتور بود که احساس می‌کنم که خیلی به شخصیت داده بود و بازی کردن در کنار تیم ما با این بازیکنایی که ما خب خیلی بازیکنای خفنی داریم تو هر پست، بازیکنامون عالیان، احساس می‌کنم در کنار ما به یه استعداد خالص، به یه بازیکن بزرگ تبدیل شده بود. ولی در ادامه راه من الان تو تونل دیدمش، خیلی هم بغلش کردم، خیلی هم واسش ناراحتم، گفتم که دوست داشتم کنار ما باشی، ولی گفتم تو ادامه راه هر جا که هستی موفق باشی و خب هیچ وقت فراموش نمی‌کنم پاس گلایی که بهم داده و هیچ وقت بازیایی که واسه تراکتور انجام داده رو فراموش نمی‌کنم، ولی خب به نظر من راه اشتباهی انتخاب کرد. این اضافه شدن بیرو چیکار کرد؟